رضا رشیدپور میگفت من قبلا در ماست موسی رو لیس میزدم برای لذتش، اما الان لیس میزنم واسه قیمتش. دقت کردین ماست موسی داستان عجیبی داره. در ماست موسی رو وا میکنی بیشتر از داخل ظرف رو در چسبیده، آدم میمونه بخوره نخوره، خب نگاه میکنن خجالت. بعد تا از ظرفش 2 قطره آب زیپو مونده میخوره میگه اونم میذارم اونجا. من یه پیشنهادی دادم، گفتم کارخونه‌های لبنی بیان اصلا ماست رو روی در سوار کنن. والا ما ظرفو برداریم از روی در شروع کنیم ماست خوردن، همه بدونن مدلش اینجوریه. حداقل عجیبه ها. از بسته‌بندی مواد غذایی جمله خیلی به چشمان شما آشناست، نوشته از اینجا باز شود، درست از همونجا وا نمیشه. هر چی زور میزنی وا نمیشه. من گفتم جمله رو حداقل عوض کنید، بیاد بنویسین اگه تونستید از اینجا باز کنید.